سلام به همه، به یوتیوب چنل خودتون خوش اومدین. امروز توی این ویدیو میخوایم در مورد نوروساینس یا علم اعصاب صحبت بکنیم. هدف اصلیش هم اینه که ما بتونیم با مطالعهش بفهمیم که این مغز و اعصاب ما چه ارتباطی داره با عملکرد بدنمون و چه تأثیری توی رفتارهای ما داره. مغز ما یکی از پیچیده ترین و مهمترین اعضای بدن ماست. درک چگونگی عملکرد مغز ما به ما کمک میکنه که ما بتونیم بهتر بفهمیم که چجوری یاد میگیریم، چجوری فکر میکنیم، چجوری احساس میکنیم و اصلا چجوری تصمیم میگیریم. چجوری؟ بیایید یه نگاهی به داستان فینیاس گیج بندازیم. یه سرکارگر راه آهن که در دهه 1840 بر اثر حادثه‌ای یه میله آهنی رفت توی مغزش. فینیاس گیج اغلب به عنوان مردی که علم اعصاب رو آغاز کرد نامیده میشه. داستانم از این قراره که گروهی از کارگران مشغول تخریب صخره‌ها برای جاده سازی بودن و مسئولیت این کار به عهده سرکارگری به اسم گیج بود. کارشون هم این بوده که صخره‌ها رو سوراخ می‌کردن، توی اون باروت می‌ریختن، فتیله گذاری می‌کردن، دورش رو شن و ماسه می‌ریختن و بعد فشار می‌دادن تا خوب سفت بشه و بعد صخره‌ها رو منفجر می‌کردن تا تیکه تیکه بشه تا بتونن رو به جلو حرکت بکنن. این سنبه یه میله فولادیه که توی اون سوراخی که باروت ریختن و فتیله گذاری کردن فشار داده میشه تا آماده انفجار بشه. ولی متاسفانه اون روز به علت فراموشی دستیار آقای گیج اون سوراخ که فتیله گذاری شده بود شن و ماسه‌اش ریخته نمیشه. یادت رفت؟ به خاطر همینم در اثر ضربه‌ای که آقای گیج با اون میله فولادی به سوراخ وارد میکنه منفجر میشه و در اثر این انفجار اون میله آهنی به عقب پرتاب میشه. این میله آهنی پرت میشه به عقب، از زیر چشم چپ آقای گیج وارد میشه و بعد از بالای سرش خارج میشه. به کلی بیرون میاد و پرت میشه اون طرف. اتفاقی که میفته شگفت انگیز بوده. این که آقای گیج در اثر این سانحه نمیمیره و زنده میمونه، در حالی که قسمتی از مغزش کاملا کنده شده بوده. نه تنها زنده میمونه بلکه میتونسته صحبت بکنه، راه بره. توی همون حالت سوار گاری میکننش و میبرنش پیش پزشک. بعد از بهبودی آقای گیج اطرافیانش متوجه یه تغییر رفتاری توی ایشون میشن. ای کی بوده دیگه؟ آقای گیج برخلاف گذشته که آدمی مصمم، با نظم، با برنامه، شوخ طبع، خوش اخلاق، کام موجی، مشتبه که همه چی تموم بوده، یه دفعه تبدیل میشه به یه آدم دمدمی مزاج، بد اخلاق و به کلی رفتارش تغییر میکنه. فردی که نمیدونه باید چه رفتاری از خودش نشون بده و کجا توی چه شرایطی باید چه عملکردی داشته باشه. علت این تغییر رفتار از بین رفتن قسمتی از لوب پیشانی توی مغزشون بوده که هم باعث مرگش نشده هم باعث تغییر رفتارش شده. چرا که این قسمت از مغز مسئول تصمیم گیری و احساسات و واکنش آدما نسبت به شرایط مختلفه. در واقع ایشون دیگه توانایی مدیریت احساساتشون رو نداشتن. سالها بعد محققی به اسم آنتونیو داماسیو میاد روی این پرونده کار میکنه. اون زمان تحقیق میکرده روی آدمایی که اتفاقات مشابه فینیاس گیج براشون افتاده بوده، یعنی قسمتی از مغزشون دچار آسیب شده بوده و از ناحیه مخچه دچار مشکل شده بودن. در نتیجه احساساتشون دچار مشکل شده بوده و نمیتونستن انتخاب بکنن. مثلا نمیتونستن تصمیم بگیرن که وقتی میخوان بنویسن با خودنویس این کارو بکنن یا خودکار، یا اگر که انتخاب میکردن با خودکار نمیتونستن تصمیم بگیرن که خودکار آبی رو انتخاب بکنن یا خودکار قرمز. بعد از این تصادف رفتار گیج از خوشایند به مبهم تغییر کرد. همچنین فینیاس گیج داستان ما از یه مردی که خیلی سخت کوش بود، با تلاش بود، مصمم بود، تبدیل شده بود به یک آدمی که توی نگه داشتن یه شغل ثابت هم مشکل داشت. این نشون میده که این حادثه هم بر توانایی اون در پردازش احساسات هم بر تواناییش روی تصمیم گیری تاثیر گذاشته. موضوع بر سر احساسات بوده و در واقع در نتیجه این تحقیقات به این نتیجه رسیدن که عاملی که باعث تصمیم گیری و انتخابات در ما هست احساسات ماست، نه منطق و تفکرمون. Susmaz
خلاصه که گیج به طور معجزه‌آسایی از این حادثه جون سالم به در برد، اما در اثر آسیبی که به لوب فرونتال مغزش وارد شد چنان تغییر کرده بود که دوستانش تقریباً اونو فردی متفاوت توصیف می‌کردن. بعد از اون توضیحاتی در مورد آسیب دیدگی و شرایط روحی گیج توسط دکتر جان مارتین هارلو ارائه شد. بسیاری از اون چه که محققان در این مورد میدونن و اطلاعاتی که دارن بر اساس مشاهدات دکتر هارلوه. هارلو توی شرح احوالاتش آورده که گیج به خوبی میدونسته که چقدر از حادثه گذشته و چجوری این اتفاق رخ داده، اما توی تخمین زدن اندازه و مقدار پول مشکل داشته. در عرض 1 ماه گیج اونقدری خوب شد که خونه رو ترک کرد. لوب پیشونی در توانایی ما در صحبت کردن، تصمیم گیری و حرکت نقش داره. همچنین تا حدی هم مسئول شخصیت ماست. پس حالا که فهمیدیم یه قسمت از مغز اینجوری روی زندگی ما، احساسات ما و رفتارهای ما تاثیر میذاره، بیاید قسمت‌های مختلف مغز رو با هم دیگه بررسی کنیم. ساختار کلی مغز. مغز از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، از جمله قشر مخ، مخچه و ساقه مغز که هر کدوم از این قسمت‌ها وظایف خاصی رو دارن. قشر مخ مسئول بسیاری از اعمال ارادی بدن و مرکز پردازش اطلاعات حسی در مغزه. مخچه مسئول هماهنگی حرکات و تعادله. زمانی که در حال دویدن یا دوچرخه سواری هستیم، این مخچه است که به ما کمک میکنه تعادل خودمون رو حفظ بکنیم. ساقه مغز مسئول عملکردهای حیاتی بدن مثل تنفس و ضربان قلبه. همچنین از طریق اعصاب جمجمه تامین کننده اصلی عصب حسی و حرکتی صورت و گردنه. حتی زمانی که ما خوابیم، ساقه مغز کار خودش رو انجام میده تا ما بتونیم زنده بمونیم. الان لازمه که یه کوچولو هم در مورد نورون ها و ارتباطات عصبی که توی بدن و مغز هست اطلاعات داشته باشیم. نورون ها با استفاده از سیگنال های الکتریکی و شیمیایی با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. مثلا وقتی دست ما به یه جسم داغی برخورد میکنه، این نورون ها هستن که این اطلاعات رو به مغز میرسونن که ما باید دستمون رو به عقب بکشیم. حالا برای این انتقال اطلاعات یه سری سیناپس ها و انتقال های عصبی هم وجود دارن. در واقع سیناپس ها محل هایی هستن که در اونجا نورون ها با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. انتقال دهنده‌های عصبی مواد شیمیایی هستن که این انتقال اطلاعات رو صورت میدن. مثلا دوپامین یه انتقال دهنده عصبیه که با احساس لذت و پاداش مرتبطه. زمانی که سطح دوپامین تو بدن ما افزایش پیدا میکنه، ما سرشار از احساس لذت و خوشحالی میشیم. یه خبر خوب اینه که با درک چگونگی عملکرد مغز و این سیستم عصبی، ما میتونیم یه راههایی پیدا بکنیم برای اینکه بتونیم تمرکزمون رو افزایش بدیم و نحوه عملکرد حافظمون رو بهبود ببخشیم. مثلا مدیتیشن و تمرین‌های مغزی میتونه به بهبود عملکرد مغز ما کمک بکنه. امروز در مورد نوروساینس و اهمیتش صحبت کردیم. ساختار مغز و نورون‌ها رو بررسی کردیم و دیدیم که چجوری این علم میتونه زندگی ما رو بهبود ببخشه. توی ویدیوهای آینده میخوایم به موضوعات جالبی مثل نحوه عملکرد حافظه و بیماری‌های عصبی بپردازیم. اگر از این ویدیو لذت بردین، لایکش کنید، کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید تا بتونید با دیدن ویدیوهای آینده اطلاعات جدیدی در مورد مغز و نوروساینس به دست بیارین. اینو بدونین که ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.